امروز عزیزان من کسلی سیفلیس، کسلی های سوزاک، کسلی از همه دهشتناک خطرناک دید تمام عالم را مانندی ابر تیره پهن کرده ایستاده، فرا گرفته ایستاده. این اثر چیست؟ این اثر زنا، این اثر بی‌حیایی است، این اثر فاحشگی. امروز تمام دنیا با همه بایگری‌هاش و با همه متخصصات برای پیشگیری این وبا، این درد بی‌دوا کوشش دارد، اما نتیجه دلخواه نداده ایستاده. آره، اگر برای سپید دوایی هم یابند، پروردگار باز وبای را بالای این بندگان زناگارش میفرستد که باز طبیبا از دوایی بای عاجز میشوند. همون خدایی که بعد از سفلیس و سوزاک سپید پیدا کرد، باز بعد از سپید دوا باز دردی میفرستد که او هم باز به دوا. برای چه عزیزان من؟ سوال وارد میشود چرا دولت‌های ابرقدرت دنیا پول خرج کرده ایستادی‌اند، داروها استحصال کردن برای پیشگیری سپید تا اینکه این وبا را پیش گیرند، اما از همه دوای آسان، از همه داروی آسان داروی قرآن است، او را نمیخواهند جاری شود. زیرا که مقصد اونها جامعه را هلاک کردن است، مقصد اونها انسانها را بی‌حیا کردن است، بد اخلاق کردن است. مقصد اونها تبابت نیست. بهترین دوا دوای قرآن است، بهترین دوا قانون خدا را جاری کردن است، بهترین دوا برای زناگارها حکم خدا را جاری کردن است. اگر یک زناگار سنگسار کرده شود، با واسطه تلویزیون آینی نیلگون نمایش داده شود، هزارها آدم از این کار باز می‌ایستند. این هیبت دارد. اما افسوس مقصد اینها این نیست که پیش زنا را گیرند. مقصد اونها پیش زنا را کشادن است، فقط پیشگیری بیماری است، اما این به اونها نمی‌رسد.